салом бинандагони арҷманд, имрӯз 27 октябр аст. ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам ва дар ин барнома аз минбари баланди Остона даъват ба шарикиву ҳамкорӣ дар сатҳи Аврупову Осиёи марказӣ садо дод. оё ин нишаст барои оддӣ шудани равобити Тоҷикистону Қирғизистон кӯмак мекунад? نیروهای اوکراین جنگ‌های سختی‌رو در ولایت جنوبی هرسون پیش‌بینی می‌کنند. از هجوم روسیه به خاک اوکراین بیش از 8 ماه گذشت. گلنازه قربانخان یاوری مهمی زنان و دختران در ناحیه شمس‌الدین شاهین تاکسی ویژه به یاری زنان ساکن ناحیه هم‌مرز افغانستان می‌شتابد. کلین مونده سر رولکشوی که بریم میبرمون مثال توکشوی باشیم دیگه ما تو هیچکی نیستیم همون سوار میشه میریم خیلی باید خودت باشه خوبتر نیسته. امروز در شهر استانا پایتخت قزاقستان همایشی پرزیدنتان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با رهبری شورای اروپا شارل میشل صورت گرفت. دیپلماتی بلندپایه اروپایی با هدف بررسی مسائل همکاری‌های سیاسی و اقتصادی در قزاقستان قرار دارد و با امامعلی رحمان نیز مناسبت‌های تاجیکستان و اروپا را بررسی کرد. در ملاقات با گفته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان سرمایه‌گذاری و کمک‌ها به کشور بررسی شد. درباره نشست قبل از برنامه صحبت داشتم با شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی مرحت شریف جان که اینجا لحظه را مشاهده میکرد و نخست از او پرسیدم تا کجا ملاقات رهبران اروپا و آسیای مرکزی در پس منظر ناآرامی ها در اوکراین میتواند مهم باشد؟ Визит лидера Европейского Союза Шарля Мишеля очень важен. سفر یکی از رهبران اروپایی شارل میشل بسیار مهم است و آن همگی چند هفته بعد یک ملاقات مهم دیگری در آستانه برپا می شود که در آن رهبران چین و ترکیه اشتراک کردند که دعوای پیشوایی در منطقه را دارند. این ملاقات در پس منظری تا اندازه موقع خود را در آسیای مرکزی از دست دادن روسیه در پی شروع جنگش علیه اوکراین صورت می گیرد. سفر شارل میشل الکی گفت که اتحاد اروپا جنگ در اوکراین را محکوم می کند و این پیام نه اینکه به آسیای مرکزی یا به قزاقستان است. این پیام به روسیه است که از زبان یک رهبری اروپایی از خاک یک کشور آسیای مرکزی صدا می دهد. اتحاد اروپا خواستار تقویت موقعش در منطقه است و هم یادآوری از تحریم‌های ضد روسیه که ببینید باز برای از این تحریم‌ها فرار کردن روسیه دست به کار نشود. سوال دیگر از مرحت شریف جان این بود که آیا امکان دارد که امامعلی رحمان و صادر جعبارов رئیس جمهوری‌های تاجیکستان و قرقیزستان درباره مناقشه در مرز و راه‌های حل آن صحبت کنند؟ И что касается встречи Рахмона и Джапарова, я думаю, вот эта встреча гораздо более важная. این یک سوال مشکل است. اگر ملاقات رحمان و جاباروف برگزار شود، آن مهمتر از ملاقات این دو رهبر با شارل میشل خواهد بود. باید درست درک کنیم که حالا مشکل جهانی تر است و آن به آسیاب پوتین آب می‌ریزد. چرا من چنین میگویم؟ پوتینی که ضد اوکراین می‌جنگد گفته است که خطهای سرحدی بعد پاشخوری اتحاد شوروی کشیده شده نادرست هستند. آنکه او در ملاقات اخیر میانه‌های ماه اکتبر با جاباروف و رحمان گفت که با خریطه‌های پیشینه کمک می‌کند، بیانگر آن است که نزاع به منفعت روسیه است، چون که او تجاوزش را به خاک اوکراین سفید می‌کند. تلاش او از بین بردن تمام خطهای کشیده شده مرزی بعد پاشخوری شوروی است و به اوکراین هجوم قلمروهایی را در این کشور از راه رفراندومی ساخته از خود می‌کند و ماجرای میان تاجیکستان و قرقیزستان به او کمک می‌شود که همه سازش‌های مرزی بعد پاشخوری شوروی ایجاد شده را بازبینی کند. На границе с Таджикистаном и Кыргызстаном ему помогает показать Западу, что смотрите, не только Украина, Россия. Вот вообще надо все пересмотреть. مرحت شریف جان شارح مسائل آسیای مرکزی رادیوی آزادی درباره ملاقات رهبران اتحاد اروپا و آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. نیروهای اوکراین در جبهه اول جنگ میگویند انتظار جنگ‌های سخته در ولایت جنوبی هرسون هستند که آنجا روسیه نیروهایش را تقویت می‌بخشد. از طرف دیگر در خاک روسیه تمرین‌های پرسر و صدای برپا شد که روایت ضربه با موشک‌های اتمی بر رقیب احتمالی را تمرین کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر.
نیروهای اوکراین در خط اول جنگ روز چهارشنبه گفتند با نظرداشت تقویت نیروهای روسیه جنگی سختی را در ولایت خرسون انتظار دارند. نبردی قریب الوقوع در نزدیکی رودخانه دنیپر این را معلوم می‌کند که آیا اوکراین می‌تواند نظارت روسیه در جنوب کشور را سست کند. سربازان اوکراینی میگویند نیروهای روسیه خندق می‌کنند. روس‌ها موضع‌هایشان را تغییر می‌دهند. خدمات ما معلوم کردند که آنها نیروهای تازه جلب کردند. کمینگاه‌هایشان را مستحکم می‌کنند، خندق می‌کنند. آنها از نیروهای هوایی، توپخانه و سربازان ما می‌ترسند. در یک خط جبهه به گفته سربازان اوکراینی حمله‌های توپخانه نیروهای روسیه پس از چند هفته سکوت زیادتر شده است. مکالمه‌های بین نیروهای روسیه از ارسال سربازان علاوه‌ای به محل درک می‌دهند. با افزایش تنش‌ها روسیه و ناتو این هفته تمرین‌های سالانه نیروهای اتمیشان را برگزار می‌کنند. اما روسیه به تمرین‌ها سر و صدای زیادی افزود و در زمانی که کیف را به آمادگی از استفاده از بمب آلوده به مواد اتمی متهم می‌کند. اوکراین و غرب این ادعا را بی‌اساس و بهانه برای شدت دادن جنگ نامیدند. تلویزیون‌های دولتی روسیه کشتی‌های زیریابی، بمب‌اندازهای استراتژیکی و نیروهایی را نشان می‌دادند که پاسخ به حمله اتمی رقیب را تمرین می‌کنند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت نیروها آماده پاسخ دادن هستند. رفیق فرمانده عالی بر اساس برنامه آماده کردن نیروهای مسلح روسیه تحت رهبری شما مشق‌های صورت می‌گیرند که در جریان آن ضربه فراگیر اتمی نیروهای استراتژیکی در پاسخ به حمله اتمی رقیب تمرین می‌شوند. کیف میگوید مسکو با بلند کردن سر و صدا درباره جنگ اتمی میخواهد کشورهای غربی را ترساند تا از حمایت اوکراین دست کشند. بعدی حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین در ماه سپتامبر ولادیمیر پوتین با جلب صدها هزار سرباز نو به جنگ به قلمروش همراه کردن منطقه‌های اشغالی اوکراین و تهدید با اسلحه اتمی بحران را شدت بخشید. روسیه همین ماه با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران ضربه‌ها به اوکراین را زیاد کرد که در نتیجه زیربنیادهای زیادی برقی ویران شدند و باغ و خانه‌های استقامتی هم آسیب دیدند. گلنوزه قربانخان یکی از محبوبترین چهره‌ها در میان بانوان ناحیه مرزی شمس‌الدین شاهین است. او راننده تاکسی است و اکثر مشتریانش دختران و زنان محلی می باشند. اگر احتیاج و ضرورت پیش آمد به زنی از دهه دوردست کمک دختر لازم شد، گلنوزه همان زمان سری چند باری ماشینش به یاری می شتابد. محمود رحمتزاده و قصه یک راننده تیکو از ناحیه هممرز با افغانستان. همگی 5 سال پیش از دهه تودنی به مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین کوچید. اما زود در بین مردم و به خصوص زنان شناخته شد. آنها صبح بروقت و یا نیمه شب برایش زنگ میزنند و او به کمکشان میشتابد. گلنوزه قربانخان تاکسی میراند. خیلی زنها خوبتره. بنای اموزی زمانه ندیده. تو یک ماشین بیگونه رسوان میگه خیلی زنها کلید مونه 24 ساعت همین خیلی است نیست کار مونه بود میکنه سازه چی مونه خدا مادای خوبتره. قهرمان گزارش ما 28 ساله است. یک دختر 4 ساله دارد. او را گاهی به نزد خوشدامنش میگذارد و گاهی با خود میگیرد. میگوید تاکسیرانی را به او شوهرش یاد داد. تعمیر ماشین را هم روزی که توی که اومدیم خطی مردکم استای ماشین مقصد های همه دیدم استای یاد گرفتیم ما شروع کردیم به استایی همینجور کسا که کار کردیم یاد گرفت حوض خودش اینا قبول میکنه مثال کرسکه میزنه حوض هم مثلا خودش میکنه. این جفت با خواستی والدین و بدون عشق و عاشق اویله‌دار شده زود به یکدیگر انس گرفته‌اند. در جامعه سنتی و مردسالار تاجیکستان بعضی از زنان ماشین میرانند ولی بخش کمی آنها راننده تاکسی هستند. گلنوزه قربانخان میگوید نگاه‌ها به کار او در یک منطقه کوهستانی هم یکسان نیست.
ولی خوشحال است که خوش‌دامن و خسورش او را پشتیبانی میکنند و مردم هم به کار او عادت مینمایند. ما خواستن نشتیم که کلین مونده سر رولکشوی که بریم میبرمون مثال توکشوی باشیم دیگه ما تو جیشکی نیستیم همون سوار میشه میریم خیلی باید خودت باشه خوبتر نیسته. اوج کاری او صبحگاهان است. در لحظه هایی که مشتری ندارد و شوهرش در تعمیر ماشین ها یاری میدهد. حالا زن و شوهر باید این تنگیم را تعمیر کنند. صاحب ماشین از کلاه به سراغ آنها آمده است. با برای همون دوستای خوب بودنشون گرفته آورده میشن. کسی را تعمیر که ماشینش راضی هن. زن و شوهر ستایش مشتری ها را قدر میکنند ولی در فکر مهاجرت به روسیه هستند. میگویند در ماه یکجویه 4000 سومانی مییابند. به خرج روزگار میرسد ولی امکانی نو کردن ماشین و ساختن استخوانه بهتر ندارند. خودروی گلنازه تمغه تیکو است. این ماشین به منطقه های کوهی و در راه های سنگین زیاد تاب نمیارد. ماشین کوچکی که به گلنازه قربان خان و خانواده اش تا این دم نام و شهرت داده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. در شهر کابل هفته یک بار پهلوان‌ها از سراسر کشور جمع شده با هم قوه‌آزمایی می‌کنند. آنها گشتگیر هستند و آماده‌اند با رقیب از ناحیه دوردست این کشور جنگ زده سبقت کنند. در همین لحظه ها بسیاری آنها از خشونت و وحشت جنگ وطن خود فراموش می‌کنند و خواهش پیروزی و برندگی در سبقت روحیه ورزشی را هم در داخل میدان و هم در چشم تماشابینان آن پر می‌کند. همکارم کیومر سیاتو از یک روز گشتگیران افغانستان گزارش می‌دهد. هر روز جمعه صدها نفر در کابل برای دیدن مسابقه گشتی گرد هم می‌آیند. ورزشکاران تنها از کابل نیستند. از ولایت‌های دیگر افغانستان هم در این مسابقات شرکت می‌کنند. هر ولایت از تخار، فاریاب، بخچه، کندوز و در هر ولایت افغانستان پهلوان است. هر جمعه مسابقات پهلوانی این ورزش در بین مردم به نام گشتی چپنگی معروف است، اما نام اصلیش کورش است. مسابقات رسمی آن در تالارهای مخصوص و مجهز برگزار می شود، ولی اینجا در روی زمین خشک و خاک آلوده. میدانی بیدر همونطور خشک، یعنی میبینیم بعضی فلانه حتی اینجا افگار میشه. امکانات کم داره بخاطر که توشک نداریم بیدر، جای صحیح نداریم. یعنی خودتون میفهمین میدانی است. حتی شخصا خودم چندین بار پای ما افگار شده، دستم افگار شده. بازم شوق است. یعنی من یک ساتیری دادم روز اینجا من. یگانه تالار کورش در کابل تنها برای مسابقات رسمی و مراسم خاص ورزشی باز می شود. کوشش میکنیم این مسابقات هم که به شکل عنعنوی در چمنها برگزار میشه با حمایت مالی کمیته ملی المپیک و ریاست امید تربیت بدنی افغانستان اینا را داخل سالن فرصت‌ها را برشان مساعد بکنیم. اما روی هم رفته یک ورزش عنعنوی است به شکل غیر رسمی هر جمعه. فدراسیون کورش در افغانستان 10 سال پیش تشکیل شد. آن یک بخش ریاست ورزش یا تربیت بدنی آن کشور است، ولی تا زمانی به تالارها کوچیدن مسابقه های هفته‌ای آن در روی زمین ادامه خواهد کرد. و حالا جزئیات یک خبری که از دیروز در رسانه‌های جهانی میچرخد، در حمله دیروزه به یک عبادتگاه شیعیان در شهر جنوبی شیراز ایران دست کم 15 نفر کشته شده است. این حمله را گروه جنگی دولت اسلامی به دوش گرفت. تلویزیون دولتی ایران گفت که حمله را در مقبره شاه چراغ ساعت‌های نماز شام یک مرد مسلح انجام داد که بعداً بازداشت شده است. در این حادثه 19 تن دیگر هم مجروح گردیدند. پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی تهدید کرد که پاسخ تنده خواهد داد. در گذشته هم گروه دولت اسلامی مسئولیت چند حمله را در خاک ایران به دوش گرفته بود. از جمله سال 2017 این گروه ادعا کرد که ترکش‌های در پارلمان و مقبره آیت الله علی خامنه‌ای کاری دست این گروه تروریستی بود. و گزارش‌های بیشتر از این را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.